مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو من برمیگردم دخترم، برای تو را نجات دادم باز میآیم. شما برای چی در حالی گذشته نبودید؟ هنوز اینجا بیا. در کجا بودید؟ شما رو ندیدیم. من در پشت سنگ پنهان بودم. چطور پنهان بودی؟ تو چی از طرف نیست؟ شرف مدیا تقدیم میکند. در زمستان خوراک کمیاب است. کمتر خورید و صرف کرونا استفاده برید. خوب شد است که چه؟ چی شد؟ خونو خوردی مجده؟ خونو خوردم. دارویم تمام شده است. دارو رو خیلی زیاد استعمال میکنی. دیده مجده را زیر نکن. کنی از جهت خیز. بس که چه با مجده بازی نکن. کنی بیده. این دختر دیگر به دارو ایستاده نمیتواند. بله، آیسته آیسته عقلش را گم کرده ایستاده است. بعد چی می شود؟ عاقبتش چی می شود سینا؟ تجربه دارو رو در مجده گذرانیدیم. عاقبتش را میفهمیم. دخترکم بیو رفتیم. بیو جانکم، بیو دخترم، از اینجا می رویم. من تو رو نمیشناسم. منم دخترم، مادرت. تو کی هستی؟ روز بشم. برفی با تو چی شده است دخترم؟ آخر من مادرت می شوم. تو رو شناختم. تو خواهی نستی. برفی آرام شو. خواهی نستی. برفی نورم شو. در اینجا خواهی نه. با اینجا بیاید. این آواز مجده است. خواهی نستن اینجا. برفی تو چی کار میکنی دخترم؟ تو گیر خواهی. این آواز مجده است. ولی زودتر به اینجا بیاید. خواهی نستن اینجا. برفی بس کن دخترم. فقط تو گیر خواهی. کنی زودتر باشد. زودتر چی گفت شد مجده؟ با اون طرف رفت. آنوای نکنه او کی بود مجده؟ نمیدونم. او رو داشته بودم. شرف مدیا تقدیم مرا زده میکند. گریخت. از آدمان خودمون بود. نه، او رو نمیشناسم. و اینجا کسی بیگانه می آید. ما خبر نداریم. از این وقت متقد باشد. هوشیار شوید. کنی زودتر او را یافته بیارید.
زود باشید. زودتر باشید. آقای دکتر مادرم به هوش اومدن. ایستد نخیزد با شما خستم ممکن نیست اپای هدی. خوبم بکی را بردن بابا ابراهیم. میدانم دخترم. کمی استراحت کنید اپای هدی. چه خیلی خوب کنم پسرم. باید فرزندم رو نجات دهم. حالتون خوب نیست اپای هدی. باید دم گیرید. بیایید کمی دراز کشید. دکتر راست میگوید دخترم. باید کمی دم گیری. و پسرم کی کمک میکند بابا ابراهیم؟ تو خاطر نشو دخترم. البته ما کمک میکنیم. خدایا ای را نجات ده. من برای آوردن دارو میروم بابا ابراهیم. از شما یک خواهش. اپای هدی نباید از جای خیزد. مایلش پسرم مایلش. بابا ابراهیم باید به خودگاری زینب میرفتید. ها نروید. چرا؟ چی شد پسرم؟ بعد گم میزنیم بابا ابراهیم. چی گپ شد است آقای دکتر؟ راست است که سلاحداران بکری را از خانه‌شان بردند. بله سلاحداران بزکارشان رو کردند. منحبار پسری حوین است. طرفداری تشکیلاتی شدی نتیجهش همین می شود. ما باید به قلاهای امنیت خبر دهیم رئیس. برای یک کودک آنها را سرگردان کردن لازم نیست آقای دکتر. لیکن راست میگویی. ما وظیفه ما رو کنیم آن طرفش را آنها فکر کنند. بابا ابراهیم به مادرم بگید که نروم. صدیق از برای خدا صدیق یک ترکیسه شالین دخترم تو چی کار میکنی؟ بکی را از دستی آن ظالم نجات میدهم. این کاری زنها نیست دخترم و تو از او داشته میبروی. خفه نشوید بابا. همین نیست. مادر جون نیست نروید. صدیق باید دست اکل را نجات دهم. همین دخترم باید پسرم را نجات دهم بابا. از من نرنجید باید روم. مادر جون نروید التماس مادر جون. این خواهین ها باز یک خانه را سوزاندند. باز حیات یک جوان را سیاه کردند. زیق نشوید بابا. با تشکیلات همراه شدی نتیجه همین است. اگر همه فرزندش را سایه بکند هیچ چیز نمی شود. در این سن و سال تو سلاح بدست گرفتن میتوانی میرزا. اکنون وقتش رسید به کوه برآمده با تشکیلات همراه شو. برای خلق مبارزه بر پسرم. اینطور نگوید آمه کشیمو. این چخل میشود. سلاح بدست شدن خوب نیست. خدایا چخل سلاح بدست. ما جنگاوریم مبارز. تو هم یک جنگاور میشوی. جنگاور؟ بله. جنگاور از سلاح بدست چی فرق دارد امک؟ کی بودن جنگاوران را میدونی؟ جنگاوران قهرمانانی هستند که بر ضد ظلم کنندگان خلقمون خودشون را سپر کرده. حق و حقوق خلقمون رو حفظ میکنند. احوالمون معلوم است. برای چی آمد؟ با احوالمون چی شده است؟ باز چی میشد پسرم؟ یک با احوالمون نگر در بین چاروا گشتم ما هم گوسفند شدیم. آنها در استانبول و انقره استراحت کرده گشتند. ما باشیم با چی عذابهای روز میگذرانیم. برای همین باید سلاح گرفته به کوه برایم بر مبارزه بریم. اما با کوه برایم چی میشود؟ چی میشود؟ به هر چیزی که آرزو میکردیم صاحب میشویم و از این کمبغلی میبریم. خوب لیکن سرداران تشکیلات هم صاحب به همه چیز هستند. مثل دشمنان ما به راحت زندگی میکنند. خیر زندگی کنن. تو هم زندگی کن پسرم. و تشکیلات که همراه شوی تو هم به راحت زندگی میکنی. هر چی خواهی در آنجا هست. تو هم مرد هستی شیر بچه. باز چی میخوری؟ شنیدی؟ هر چی خواهی هست. تو هم میتونی پسرم. تو هم مرد هستی. همینطور نی؟ آها مرد هستم. انا برای همین راضی شو پسرم. اما اول باید قهرمان شوی. خوب لیکن پدرم این چیزها رو نمیخوان. گناه است میگویند. پدرت رو ما چی گفتن نشون نمیداند. از ده بیرون نرفته است. تو هم گناه و حرام گفته مثل او در همین جا میمونی. مثل پدرت نشو میرزا. با خدا راست میگوید. البته پسرم دیگر راه نیست. در بین این کوه ها ترکی گوش میکند. این کارها رو مانو سلاح گرفته با کوه برا وقتش رسیده است. اما کشیمو از اینجا روید. پدرم میآیند. ها مرا نبیند. خیر فکر کن.
میرزا این شمای خسروی ها نیست مگر؟ ها پدروس. این بیناموز با تو چی کار دارد؟ از تو چی میخواد میرزا؟ هیچ چیز پدر. همین خیل پدر صحبت میکردیم. گوش کن، او از تو چی میخواهد میگویم؟ هیچ چیز پدر. چی حال داری گفته پرسید، من هم جواب دادم تمام. با من گوش کن، یک بار دیگر به نزد آمدن اون ابله رو بینم تو رو نصف میکنم. فهمیدی؟ ها پدر فهمیدم. رفته چوروا رو خبر گیر. سلام آقای طاهر. زینب از فکرش گشت دیلو. از فکرش گشت؟ چرا؟ با گناه تو دیلو، با گناه تو. چرا با او گفتی که من از بیماریش خبر دارم؟ چرا دیلو؟ چرا این کارو کردی؟ اما من چیزی نگفتم. پس کی گفت دیلو؟ غیر از تو دیگر کی میدانست؟ آخر آقای طاهر. بس کن دیلو، دروغگویی را بس کن. با هیچ کجا نمیروی دیلو. تو نگویی که چرا این کارو کردی با هیچ کجا نمیروی. تو رو در این دیه هستم دوستی نزدیک میدانستم. برای چه صدی راهی خوشبختی هم شدی دیلو؟ آقای دکتر. چی گفت شد خوجا؟ مادرم سیلو رو گرفته به جستجوی بکری به کوه بر اومدن آقای دکتر. حاضر میروم خوجا. همین که اومدم با من جواب میدهی دیلو. اپای همین رو نگاه داشتن نتوانیسته بگو ابراهیم. نتوانستم. او مادر است، آسان نیست. آخر فرزندش را بردم. باید حتما از پس از رفته او را برگردانیم. اگر به دست سلاحداران افتد او را میکشد. احوالش خوب نبود، اما خیلی خنک است. با این حال دور رفته نمیتواند. اکنون به او چی میگویم؟ آه خالای زیلول، برای چی به شما گفتم؟ این همین است. همین. همین تو در اینجا چیکار میکنی؟ سلاح دارم، سرم را بردن زیلال. رفته ای را نجات دادن میخواهم. تو دیوونه شده ای همین. سلاح داران رحم ندارن، تو را میکشن. بگذار بمیرم، لیکن سرم را با آنها قربان نمیکنم. ایست همین، به سوی مرگ میروی. دیگر چاره ندارم زیلال. گویا حالی من از او بهتر باشد. خدا مددگارت بود همین. همین 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 به تو چی شد همین همین زینب دخترم، دختر اکرم، با تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ هیچ چیز نشد است پدر. خدای توبه، بی سبب مگر گریه میکنن دخترم؟ کنی گپ زن، از پدرت پنهان نکن. هر مشکلی که داری به من گوی. پدر بد گپ میزنیم. یا اینکه تو رو داماد خفه کرد؟
او را داماد نگوید پدر. من به او به شوهر نمیبرایم. به شوهر نمیبرایی؟ و چرا؟ برای چی؟ پدر جان التماس این موضوع رو محکم کنید. یا اینکه اون دکتری ابله با ما بازی میکند. من به این اجازت نمیدهم. پدر طاهر گناه ندارد. این من با خانه‌دار شدن نمیخواهم. مایلش دکترم تو فقط زیگ نشو دکترم التماس زیگ نشو مگر دکترم نخواهی مایلش خواهش میکنم زیگ نشو دکترم زیگ نشو این برایت بهتر است طاهر. با جهانم چی شد؟ چرا گریه میکند؟ اکا زینب شوهر کردن نمیخواهد. نخواهد؟ باز آن دکتر یکان کاری بد نکرده باشد. نه اکا زینب خودش نمیخواهد. این بازی است مگر؟ این خیل نمیشود حامد. من قبول نمیکنم. آخه چی کار کنم؟ مجبور خانه‌دار کنم. همه مردم ده خانه‌دار شدنشان را بدانند. در عرف و عادتمان گرداندن نیست. زینب خودش نخواست. من چیکار کنم؟ البته زینب چنین میگوید. و فکر من اون دکتر خائن است. با شما گفته بودم که اون دکتر به من معقول نیست. کسی گوش نکرد. این مسئله ناموس است حامد. از آن دکتر حساب پرسیدن قرض انسانی ماست. آپای حویر مادر آپای حویر آپای حویر مادر جون کجا؟ بیا این طرف رو بینیم. مادر جون یاریدیه مادر جون یاریدیه خلای زیرون مادر جون باش موچی شد مادر جون با همین در کربا خوردیم بیچاره از هوش رفت. بله از هوش رفته است اما خواهی نشوید ما همون رو میجستیم. تشکر خلای زیرون. اگر شما نمیفتید شاید کنی خودجا کمک کن برداشتن در کن. زود او رو باید به نقطه تیری بریم. زودتر. خلای زیرون رفته. شما همین رو برید من آهسته میایم. شما خوبه خلای زیرون؟ خوبم پسرم. طاقت کنید اپای حویر طاقت کنید. خوجه زودتر. بر وقت آمدید خوراک تیار نشده است. برای خوراک نآمدم و تو یک سپارش دارم. چه سپارش؟ و دهی آب کلان میروی شیمان خسروی خار را میابی این جوزدان را به او میدی. این مکتوب را هم باوده. باز مادرت را هم یک خبر میگیری. مایلش هم برده میدی هم مادرم رو خبر میگیرم. مادرم گفته جوزدان را فراموش نکنی. نه نمیکنم. این جوزدان خیلی مهم است. مایلش در درونش چیست؟ کارت چی؟ به هر کار بینیت را نخلان. عاقبتش خوب نیست. هر چی که من میگویم اما را کن. کنی رو دستگاه ویرانی بر دهنده رو چطور تعمیر میکنیم بابا؟ و این دیگر تعمیر نمیشود. یشاریا گستایی تعمیرگر یافته است. امروز یا پگاه می آید. از برای خدا این کارو مانید بابا ابراهیم. این کاری بیهوده است. در این هوای خنک آنو چی طور میاریم؟ انا ببینید از خنکی حتی من ماشینم رو به کار در آوردن نمیتوانم. رئیس این رو دکتر میخواهد. نقطه طبی بیمار بوده نمیتواند. با این بهانه دیه نیز باور تامین میگردد. بابا ابراهیم بخیر است. با شما صحبت کردن میخواهم بابا. بیایید در اتاق من گپ زنید. اجازت میدهید تنها صحبت کنیم. مایلش رفتیم. خوب رئیس بعد در این موضوع صحبت میکنیم. مایلش صحبت کنید حالا میبینیم.
این زن چی سیره دارد اما چی؟ نفهمه مولدا. لب آقای رئیس. دستگاهی برق دهنده رو میدونی؟ ها میدونم. آن را تازه کن. خوب شد آقای رئیس. این دکتر به همه کار بینی میخلاند. دیه را از تاریکی رها میداده است. میبینیم. دیلو چرا نشسته دیلو اینجا بیا. آمدم آقای طاهر. عقلش در جایش نیست. حتی مرا مادرش را نشناخت بابا. وقتی که او را گریزاندم خواستم تو خواهینی گفته دادسن. قریب آنها مرا دستگیر میکردن. برای جانم را خلاص کردم مجبور شدم دخترم را زنم بابا. برفین را چطور به این حال رساندن؟ میز دارو میدهند بابا. گپایشان را شنیدم. مادرش را نمیشناسد میگفتم. در 2 هفته برفینم را به حیوانی وحشی تبدیل میدهند بابا. قربانتان شوم کمک کنید. دخترم را از دستی آن ظالمان نجات دهید بابا. زلا دخترم آخر آنها گپ را نمیفهمند. یگانه ایلا شرف مدیا تقدیم میکند با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. کشتم مادر. کشتم. سربازان نمیشوند بابا. اگر آنها دخالت کنند زد و خورد میشود. دخترم کشته میشود. دیگر چاره ای نیست دخترم. باید سربازان را خبردار کنیم. سربازان را خبر نکنید بابا. من راهی نجات دادنی دخترم را مییابم. شما خبر نکنید. التماس. او را سلاحداران میکشند. قاتل میکنند. شرف مدیا تقدیم میکند خدایا چی کار کنم؟ مادر. خدیجه. دخترم. مادر جان. دخترم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ یا اون شوهری بینامی سرباز؟ نه من برای خبرگیریتون آمدم. دخترم خوش آمدی. گذشته شید. مادر شما حالا هم پریشونید. چی گپ شد؟ نمیدونی خدیجه. خواهرت نابود میشود. برفین در حالتی وزنین است. آن خواهین ها با او چی داروی داده ایستادند. خاموشید برفین. مادر چرا به اینجا آمده؟ برای بردنی تو آمدم دخترم. مادر جان نمیروم. رفتن نمیتوانم. نه تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ برفین. کی هستی تو؟ کی هستی تو؟ نمیروم. برفین. مادر. برفین. دخترم. تو خواهی نسی. برفین. در حقیقت مادرم بود یا اینکه خواب دیدم؟ خدایا دیوانه میشوم. حال دختر خوب نیست سینون. احوالش خیلی بد است. این از تاثیر دارو است. از روی گفتهشون دارو باید او را جمع‌آوری بی‌رحم و ناترس گرداند.
خوب اما در این دختر یگان تغییرات نیست سینا. صبر کن بدی، حالا خواهی دید. مایلش با او دارو ده. مگیر آن دارو عقلی برفین رو تیره کرده است، حتی مرا نمیشناسد خدیجه. بغیر از سربازان رو جیه زدن چاره دیگری نیست مادر. نمیشود خدیجه، نمیشود. برفین را حبس میکنم. خودتون تنها چی کار میکنید مادر؟ شاید به عزیز همش رو نخل کنیم. او هم یکی از اون هاست. مگر به من کمک میکند؟ راست میگوید، نمیکند. آخر در اویلمون دیگر مردینه نیست که به ما کمک کند. پسر دارم، برات هست خدیجه. با او حقیقت رو میگوید مادر جان؟ بغیر از گفتم دیگر چاره‌ای ندارم. رفته حقیقت رو با او میگویم. من مادرت هستم. برفین و خدیجه اپا و خواهرت هستم میگویم. مادر شما چی کار میکنید؟ میخواید که برات بودنش رو مردمی دیگر فهمند؟ نباشد او را چی طور نجات دهم. دیگر ایراج ندارم خدیجه. اگر بیشوگی ها برات بودنش رو فهمند میدونید چی کار میکنن مادر؟ دعوای خون گفته او رو میکشند. برفین را نجات داده میتواند خدیجه. جانی برات رو در خطر نگذارید. آخر شما اویلمون رو سرجم کردن میخواستید. از اینجا رفتنی بودید. آرزوهایتان چی میشوند مادر جون؟ برفین در 2 هفته عقلش را گم میکند خدیجه. به برفین اویلمون سرجم میشود مگر؟ مادر جون نگوید. التماس نگوید. برات بودنش رو نگوید. خواتین نشاشید باشه، مادرت صحت میشود. تشکر آقای دکتر. دیلا یک دقیقه برو. دیلا من حالا هم از تو جواب انتظارم. برای چی حقیقت رو به زینب گفته؟ آخر برای با زینب در جو شدنمون تو کمک کرده بودی دیلا. شرف مدیا تقدیم میکند با کمال شرف مدیا اونا شود و از نوارهای نو خبر شود. دیگر هیچ کس نمیدونست. خاله زیلول آمده بودند. گفتند که این خانه داشتگی برای شما خوب نیست و بیشاگی ها شما رو نابود میکنند. خواستم او رو آرام کنم. در بین گپ نخواست از دهانم برآمد. همش همین. تو چی ها میگویی دیلا؟ خاله زیلول برای چی به این کار دخالت میکند؟ دکتر پسرم بدم برو. و تو گفت دارم و من گوش کن پسرم. برای چی چونین کردید؟ چرا زینب را از من جدا کردید؟ برای چی مونی خانه داشوی اما شدید؟ از من چی میخواهید خاله زیلول؟ برای چی مثل سوی از پسم میگردید؟ شما از من چی میخواهید؟ طاهر پسرم کمی صبر کن، آرام شو. باز میخواهید که من آرام باشم؟ از من چیزی نخواهید و از این پس دیگر با من کردار نشوید. پسرم با من گوش کن. با شما گفتم مرا به حالم گذارید. خیر زندگی کن. تو هم زندگی کن پسرم. و تشکیلاتی همراه شوید تو هم براحت زندگی میکنی. هر چی خواهی در آنجا هست. تو هم مرد هستی شیر بچه. باز چی میخوای؟ میرزا با اون سلاح چی کار میکنی؟ آن را به تو کی داد؟ چه ما داد همینطور نه؟ من به تو نگفته بودم که از او دور گرد. اون سلاح را به من ده میگویم. نمیدیم پدر، از من نیست، امانت است. از آنی کیست؟ از تشکیلات است ها؟ تو سلاح را چی کار میکنی؟ گوش کن میرزا، اگر یکان کاری خطا کنی با دستان خودم تو را میکشم. عقلت را به سرت گیر. ما با آن خائنان علاقه نداریم. میدانید چرا آدمان سلاح گرفته به کور میبرایم؟ میدانم، گویا که به کوه برآمده حقوقهایشان را حفظ میکنند. شاید حق هم باشد. دستتون را گیرید پدر، دیگر با من دست نبردارید.
من با تشکیلات باوری دارم. مثل شما ترسانچک نیستم. اسارت رو قبول نمیکنم. از این پس با آنها همراه میشوم و کوه برآمده برای خلقم میجنگم. با من مانع شده نمیتوانید. شما همین رو دانسته مانید. بیشترم میرزا دخترم بگوین چیز خور. این خیلی گرسنه نشستن ممکن نیست. نمیخواهم ینگه. خودت برادری خانه محکم کرده. این خیلی نمیشود. بیا دخترم قمیصی رو بس کنیم شاید با خدایی. تشکر ینگه. تنها موندن میخواهم. التماس مرا تنها گذارید. اکای حامد احوالش تماما خوب نیست. من خودم با او گپ زنم. مولد کمی دم گیرد. دیرتر من باز آمده خبر میگیرم. بهترش رفته با آن دختر احمق گپ زن حامد. لازم نیست مولد که کمی مردم آرام شوند باز آوازه نشود. لازم آید من خودم رفته با آقای دکتر صحبت میکنم. آپا جون عبدالچیپان اومده است. شما رو دیدن میخواد. با کسی گپ زدن نمیخواهم. گوی که اپام بیمار است. شما بیمار نیستید که اپا؟ با او دروغ گویم. خوش آمدی الدو. خوش باشید. مرحمت گذشته شین. نه تشکر. به شما گپ دارم معلم زینب. گپ زن؟ من به خواندن خیلی شوق زیاد دارم. میخوام خونده مکتبی عالی را ختم کنم. قربانتان شوم. مرا آموزانید. خواهش خواندن داشتنت خیلی خوب است الدو. اما من به تو در کجا دست دهم؟ ما مکتب نداریم. خانه چه من خالی است. من رفته تازه میکنم. با خدا تاپ تازه میکنم. مکتب بریم میشود. کودک ها هم از این پس به همان جا میآیم میشود. رفته کارو سر کنم. این طور باشد میرویم الدو. نه شما زحمت نکشید معلمه. من تیار کرده شما را جیغ میزنم. معلمه زینب تو در اینجا چی میکوبی؟ کاری توش خیزبان. ما با خانم معلمه کار داریم. تو با معلمه چی کار داری؟ عقلتو نمیگیرد. این روزی من تو رو چی میخواستی خیزبان؟ به حجره کاری پدرم آوردند. پدرم گفتم که از معلمه است. من نگاه کردم اما نفهمیدم. چی بوده است؟ در اینجا نمایشنامه نوشتند خیزبان. این رو میدونم. آدمان زنده بازی میکنند. نفهمیدم. این چه خیلی شده است؟ این خیلی چیزها رو چوپانا نمیفهمند. نمایشنامه اش چی بوده است افا؟ در بین مکتب ها مسابقه صحنه چه میشده است؟ به خاطر دوستی. این طور باشد ما هم اشتراک میکنیم. مکتب نداریم اما معلمت داریم، طلبه داریم. همین طور نیست؟ راست افا ما هم در مسابقه اشتراک میکنیم. اشتراک میکنیم اما اول باید اون صحنه چه رو نویسیم. البته و من در آن نقش بازی میکنم خانم زینب. به خدا چون بازی میکنم که به خدا من هم بازی میکنم. تو بازی رو از کجا میدونی چی پولی بی سواد؟ کاری تو نباشد خانم قیزبان. ندانم میاموزم. خب حالا میبینیم چی میاموزی. گویا که تو بهتمونسته باشی. برای نقش بازیدن استعداد لازم. من با استعدادم. تو تنها گوسفند چرانی رو میدونی خلاص چی پولی بی سواد؟ بیا بس کن. رفیق همون همین است. کنی شیر بشه اینها تو رو به خونه این نواد میبرند. با پدرم اهمیت ندید. جنجال هم کند شما چیزی نگویید. خاطر نشو میرزا. من علاجشو میوبم. به من باور کن و خاطر جمع باش.
مایلش او رو احتیاط کنید و تشکیلات امانت است. شما خواطر نشوید. بیا رفتیم برادر. پسری یشر هم با تشکیلات همراه شده است. حیف یشر، حیف. شمای احمق، از پسرم دور کرد نگفته بودم. من به تو نگفته بودم کودک را فریب دادی، چرا فریب دادی؟ چلو رو فریب میدیم. پسری با عقل است، راهش را خودت انتخاب میکند. مرا دیوانه نکن شما. میرزا در کجاست؟ خود بیا یشر. کجا بودنش را من نمیدانم. گپ زن شما، به تو میگویم. یشر ایستا. هرانی من هم میپرانم. ایستا یخری نکن. ایستا میگویم. ایستا حتی میگویم رئیس، مادر تشکیلات از پسرم را فریب کرده برد رئیس. باز میگویم که من از پسر تو خبر ندارم. ایستا میپرانم. ایستا میگویم. گوش کن یشر، ایستا بهوده آتشی نشو. من پسرت را دیدم، تنها بود. خودش تنها از دهه میبرامد. فکر نمیکنم که با شما علاقه داشته باشند. گوش کن، میرزا حالا جوان است، خطایش را میفهمد. البته برمیگردد. ها ایستا یشر، ایستا. اگر به خانه ناید از تو میبینم شما. تشکر رئیس. کنی رفتیم زودتر. کنی بو معلمه چی کار داری؟ این کاری منو معلمه از خانم پیزان نمیگویم. چوپون بو معلمه چی کار داشته میتواند؟ چه نمیتواند؟ میتواند. کنی گفزن چی کار داری؟ نمیگویم خانم پیزبان، مجبور نکن. ایسا گفتم ایسا اگر نگویم مردی. خدایا توبه، بیزار میرم. پیزبان آگوی چوپون من با تو نشان میدیم. اینم مون رو بینه دار چوپونی مرحمت رئیس. برادر، تو چه کار میکنی؟ عقلت را کار فرما، عقلت را در روی بر را گشته ایزت را معلوم نکن. اما من گفتنی که بخیر است خدیجه، کی رو انتظاری؟ عزیز به شما این امانت رو فرستاد. تشکر، به عزیز سلام گوی. مایلش به چشم. ها اینش هم برای شماست. مرحمت. تشکر، به عزیز سلام رسون. به چشم. تدرونش چیست؟ نمیدونم. شما رئیس، این مال تشکیلات است. نه، همه کارتون رو میدونم. چی دینان میداری؟ از همین قدر راه دور و دراز به دستمان رسید. مال تازه است ها؟ این مال در شهر پولی کلا میارد؟ البته میارد. اگر کار تا اروپا رسد پولی به حساب میارد. چقدر؟ من از کجا میدونم؟ مال من نیست، از تشکیلات است. شما از شهر کنی به من ده. با آدمی که خواندن نمیتواند چرا مکتوب می نویسد؟ از شهر نفرانی که به تشکیلات همراه شدن میخواهند و خانه جناب سبا می آیند.
اگر در دهاتون یگان خویشمند باشد بیار. ها ها مادر جون مادر جون چی شد؟ برات رو دیدید؟ برو کش نکرد، از پیش کردن هم بدتر کرد. آهای برای همین گریه میکنه. امروز روز خوب نبوده است، بعدا گپ میزنید. شاید نگفتن بهتر است مادر جان. گریه نکنه، زیق نشه. تو میروی دخترم؟ ها باز دیر کرده عزیز رو به غضب نآورم. راست میگویی دخترم. خیر، در امانی خدا باش دخترم. شما هم مادر جان. دخترم ها مادر جان، دیگر به نزد آن خائن ها نروید. برفین در دست آن خائنان از خدیجه چه خیلی رو تنها گذاره. خیرم رها کنم. نفس مجده، این منم. چی میخواستد اکای سینان؟ هیچ. بین، برای دارو آوردم دختری زیبا. این دارو استخوان‌هایم رو به درد می‌آورد. خواب‌های بد می‌بینم. بعضا و خودم رو گم می‌کنم. گیرخور ضرر ندارد. با شرافت این دارو به نزدیکی جنگاوری خوبی میشوی. گیر میگویم. خیلی زیبایی مجده، لیکن ترسان چکی. الو مایلش چه آدم؟ خوب فهمیدم. جمع کنید کنی کنید زودتر از مرکزم زدم سینون. بله آنها چی میخواهند؟ برای تشکیلات یک کودک صادق میجویند. در شهر باید خودش را ترک کند. این طور باشد باید کودک بی صاحبی یتیم را یابیم. با فکرت بکری از عهده‌اش میبراید؟ به خدا که از او بوی امید نیست. سنجیده میبینیم. تو در آنجا در درون غار رفتیم. یک طرف ایستا. با این طرف رو. کن اینجا بیا. راگرد خیز از جایم. خیز از جایم. خیز با کودک ظلم نکنیدی. برای چی او را بستید؟ کنی دستانش را کشاید. به تشکیلات خوش آمدی بکری. پدری تو جوان مرد بود. تشکیلات قهرمانهایش را هیچگاه فراموش نمی کند. تو هم مثل پدرت قهرمان می شوی. دروغ نگوید. پدرم را شما کشتید. پدرم را آن همین فریبگر کشت. شنیدم ادراگیر. تشکیلات ما را خونه بیرون کرد. هم به تشکیلات و هم به آدمانش و هم به شما نفرت دارم. من و برادرم هیچگاه مثل شما قاتل نمی شویم. خونده مثل آقای طاهر می شویم. یعنی همین خیر. آفرین. یعنی مثل دکتر می شوی. برداری. خز از جایت. حالا مثل دکتر می شوی. احمق، در اینجا کی بودنت را من قرار می دیم. این را بینید. مثل آقای طاهر می شده است. انا بطو. اونو گیرتا با جایش برای خوب شده است. خز نگویم. دیدی برادری او در کجاست؟ در دیها در نزد مادرش. بمبئی خودکشمان را یافته بدی. برادری او را قربان میکنیم. فهمو رفتیم.
بکری در دستی اونهاست دکتر. زیق نشوید اپا. بکری فکرش رو تغییر داد. اکنون مثل خواست اونها نمیشود. او پسری با اخلاص. یگون ایلاجش رو مییابد. خواهتر نشوید. کاشکی همین خیل شود. کاشکی آقای دکتر. اگر آقای دکتر بیان نشود مادر جان. خودتون رو احتیاط کنید اپای حوین. برای صحت شدن باید با قوت باشید. این شب همینجا میمونید. خوجا هم ایستد. سهر به خونه‌تون میروید. مالش آقای دکتر. آقای طاهر با کجا می روید؟ با کجا می روید؟ من رفته کمی استراحت میکنم. دیرتر میآیم. حتی با رویم نگاه نمی کند. دخترم چرا نمیخوری؟ یا اینکه خوراک مخول نشد زینب؟ نه ینگه گلی، خوراک خیلی بامزه است. من اشتها ندارم. با اجازت من رفته کمی خواب کنم. با شما اشتهایی کنم. آپای زینب چرا غمگینن؟ با آقای دکتر جمع کردم. اکنون توی نمیشود. کنی بس کنید. اگر یک بار دیگر در این باره گپ زدنتون رو فهمم. امید امروز در دهان کودکان ما است پگاه در تمام ده پهن می شود. بعد این شرمندگی رو کی می بردارد؟ با یک تیر روزش را سیاه می کند. زینب خودش نخواست. چرا نمی خواست؟ چی شده است؟ من این و اونش را نمی دانم. من از گپم نمی گردم. گناه از آن دختر است. بابا از روی دیر سوزی خانه دور شدن میخواست است. شما برای چی در اینجایید؟ گرسنه هستی گفته خوراک آوردم. دیگر از شما چیزی نمیخواهم. دیگر با من خوراک نآورید. مرا گوش کن پسرم. تو پسری من هستی. تو براتم هستی. مرا در جای برات ماندن میتوانید. مرا مثل فرزندتون دوست داشتن میتوانید. اما من نه براتم نه فرزند شما. اقتباس از اینجا روید. شما را دیدم نمیخواهم. من گوش کن پسرم. روید از اینجا. روید. دیگر با حیاتم کاردار نشوید. از پیشم نبرایید. مرا به حالم گذارید. فهمیدید؟ تو پسری من هستی. پسری من هستی. تو پسری من هستی. پسری من بودنت رو نمیدونی. برات بودنت رو نمیدونی.
باشین دخترم در کجایی؟ باشین دخترم در کجایی؟ باشین تو در کجایی؟ باشین در کجایی؟ باشین دخترم تو در کجایی؟ باشین مادر جان مادر جان دخترم مراد اینجا فراره تو نشد مادر تو را نجات میدهم دخترم، تو را از دست آن ظالمان نجات میدهم. شرف مدیا تقدیم میکند. آفرین پران. میدونم سینون میدونم. اکنون پران. آفرین مجدا، آفرین مجدا را دیدی که چه؟ آفرین این زن در اینجا چه میکابد آمین؟ اکا من از کجا دونم؟ مگر راحت را گم کرده ای؟ تو در اینجا چه میکابی؟ به نزد شما آمدم. چه شد؟ چه میخواهی؟ برای التجا آمدم، با من کمک کنید. تو چه ها میگویی؟ چه خل کمک؟ تو دخترم را میخواستی رافع، گیر دخترم از تو. او را نجات ده، من نکاحت درار، من راضی. گوش کن، مگر از دست سلاحداران دختر گرفته میشده است؟ من دیوانه نشدم. زیلال رو از پس کارا چاو، این چه خیل گپ است؟ عقلی کس نمیگیرد. ما با دختری تو کاری نداریم. التجا میکنم، غلامی درتان میشود. آن سلاحداران دخترم را نابود نکرده نجات ده. شما آدمانی با آبرو و با قدرت هستید. با خدا که اونا را کشتن میخواهد. خدای توبه. زیلال رو از اینجا، سرمان رو در بالا نگذار. رو از اینجا، رو. یه توبه یا خدای توبه. روی مرا ببخش زینب. او را دوست می‌داری زینب و بیماریت اجازت نده که شما را جدا سازد. ما را بیماریم نه، بلکه تو جدا کردی دیلا. باوری دارم که شتالی که بیماریم را با او گفتی، به اینجا آمدنم را هم در حال با او میگویی. زینب این تویی؟ بله. چی میخوای دیلو؟ برایتون خیلی خواطر شدم آقای دکتر. دخترم نجات یابد گفته به دشمنم سرخط کردم، نشد. خدایا من چی کار کنم؟ به من کمک کن. اسما ای اسما اینجا بیا. بخیر است مرینا. شنیدید شما پسری یشر میرزا را به کوه فرستاده است. با خدا که راست است. شنیده بودم که همین شیمای بیناموز برای تشکیلات آدم جمع میکند. باور نکرده بودم. همسایه ها
کی با تشکیلات آدم جمع میکند؟ چی میشد؟ شمای خسرو. شمای خسروی ها؟ بله انا همون شمای خسروی ها. بله شاید یکم 20 کیلو براید. ها صاف. این چند می شود؟ چی؟ همین قدر می رود؟ من به تو زنگ میزنم. خیر چی خیلی پول پدر جون؟ چوروا گریسته سوخته بودم. تو با همه چیز کاردار نشو. بهترش رفته برای من چای بیار. پدر ادای چوپون در کجاست؟ ادای رو چیکار میکنی؟ کمی هزم روزیم. دستگاهی برق دهنده رو تازه میکرد در همانجاست. برو بینم اینقدر پرو حساب کرده نمیشود. جای آن رو فقط شیعه میدوند و من میدانم. شیطان میگوید کی؟ درم را شما زدید؟ من چی میخواهید؟ با تشکیلات همراه شدن میخواهم شما. برای دعوایمان میجنگم. سین سال شما گذشته است. شما تشکیلات را چیکار میکنید؟ رفته در خونتان دم گیرید. این کار مگر سین سال دارد؟ قوت و درمان دارم. نه تنها سلاح گرفتن بلکه هر کاری فرمایند میکنم. نه خانم نمیشود. احمق بیناموس. میرزا شب به خونه نامد شما. که من خبر ندارم. این کاری تو هست. قسم نخور. بیسرم را بگو تو برآوردی. من تو را میکشم. فهمیدی؟ من گناه ندارم. من تو را میکشم. یشار نکن. یشار خدا نکن. یشار نکن میگویم با تو. بیسرم رفت با این کودک رو فریب داد. چک نشو. خطایش رو فهمیده برمیگردد. شیمو رو کشته چی فایده میگیری ها؟ در حبسخانه پوسیده میروی و دیگر پسرت رو نمیبینی. بیا خیز رفتیم. کنی وظیفه های تو را بینم بهرام. آفرین بهرام، وظیفه خانگی را درست اجرا کردی. آن کتابی که به من دادید خوانده نتوانستم. این کتاب درباره جنگ چنکله است. همه رسم‌های در داخلش بوده را تماشا کردم و خدا رسم‌های علم‌آور داشته است، اما خطش را خوانده نتوانستم. داستان چنکله چیست معلمه؟ چنکله جای آخرین زد و خوردها برای متحدی ترکیه است. جایی است که در آن ترک و کرد همچون برادر پهلوی هم جنگیدند و باباهایمان در آن برای آینده جانشان را فدا کردند. باباهایمان در آنجا با کیها جنگیدند؟ با آنهایی که به مردم این کشور حسد می بردند. خوب است یشار. اگر خواهی من به تو آب بیارم. زحمت نکشید اپای زلال. نمیخواهم. اخیل نگو. آب در آنجا. میارم. السلام علیکم یشار. و علیکم السلام. این شما پسترین آدم بوده است. جزایش رو دادن لازم. دیروز با او باری داشتید رئیس؟ نمیدونم. دلم صاف گفته همه را همین طرف فکر میکردم. او به من هم دروغ گفته است. پسرت را خودی او به سلاحداران سپرده است. خائن بی‌ناموس، بی‌وجدان. من او را میکشم. خیانتکار بودنشون نمیدونستم. سزای اون مرگ است. مرگ. آدمی که این گونه رذیلان زیندن حیات بسیار کودکان میسوزد. اگر پسری من را فریب میداد از پیشانیت میپراندم.
و خدایش شما را میکشد. او را نگاه داشتن لازم. قیزبان یاری من در دل و در جان من. قیزبان تو در کجا بودی؟ چی خیلی در کجا قیزبان؟ همین جایم. چی شده است؟ اینجا بیا ببین برایت خلاصه آوردم از اونجا. وای تشکر. دست شما درد را نبیند خانم قیزبان. شود الدا جان حاجت با خانم گفتن نیست. ما بیگانه نیستیم کو. پیش از اینجا اومده با معلم از زینب بودی همینطور نی؟ ها بودم. چی شده است؟ با معلم زینب چیکار داشتی الدا؟ خیلی فهمون؟ با تو چی؟ دانستن از شرط است. حالا همین خیره؟ چوپانی بی سواره. تو را آدم بودم و تو خوراک آدم. قیزبان جان یک دقیقه قیزبان جان. شما برون برا ابله. انسانی پس در کجایی؟ برا میگویم خیانتکار. تو را میکشم احمق. در کجایی سگ خاین؟ تشکر زیاد. برای نجات دادنتون از شما قرضدار. مرا به تشکیلات همراه کنید. دیگر قرضدار نمیمونم. اما نگویید که سین سالم موافق نیست. اگر لازم شود همه کار را میکنم. خودتون دیدید. مایلش میبینیم. خیلی خوب. این طور باشد من رفته آماده میشم. حالا استید شتاب نکنید. اول با سینان مصلحت کنم. اگر مرا سینا قبول نکند چی؟ قبول میکند. کسی را که من فرستم قبول میکند. در اینجا بسیار نیستیم. مرا در خانه ویرانه منتظر شوید. مایلش برادر. خدای خودت کمک کن سینانی بی ناموس شبه نکند. آفرین از این طرف برویش آفرین مشتم. آفرین از این طرفش آفرین. گردن شما چی شد؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید امیر. مرحمت گذار. خوش آمدید امیر. خوش باشید اپای زینب. کنی گرزن. آقای رافی نیستند؟ در نزد چورو. کنی بیا اینجا شین. به نزد من بیا. کنی نقل کن. همش را نقل کن. خیلی خواطر شدم. وقتی که به چنکلی رفتم در آنجا قماندان را یافتم. از روی گفته او پدری دکتر مصطفی قماندان وقتی در اینجا کار کردنش همسرش حامله‌دار بوده است. مصطفی قماندان باز یک همخدمتی دیگر داشته است. آن قماندان به دهه آبی کلان زود می‌آمده است. از روی گفته‌های شخصی که با او صحبت کرده بودم آن قماندان باید در دست کی بودنی برات را داند. از روی گفته قماندان در چنکلی بوده برات شاید در دست آن قماندان باشد. یعنی وقتی که آن قماندان رو پیدا کنیم برات رو هم میابیم ها؟ شاید پیدا کنیم آقای حمید. خوش کنی گویدمیر. وقتی که به چنکلی رفتی قبر باباهای ما رو زیارت کردی؟ نخواد نکنم آقای حمید. البته کردم. هر نفری به چنکلی می رود قبرستان رو زیارت نکرده بر نمیگرده. آنجا یک مقبره زیبایی ساختم. وقتی دیدم در حیرت موندم آقای حمید. برای شهیدانمون هم دعا خوندم. آفرین دمیر آفرین. خدا از تو راضی باشد. چه حال داری علی؟ خوبم اپا.
و خیر است اپا جون؟ موضوع صحنه چمون رو پیدا کردم. چی کار میکنه دپا؟ چا؟ نکله امروز نکل کرده بوده. بابایم همینجا شهید شده بوده. همین طور اپا؟ بله بچه ها، بابای من هم مثل دیگر رفیقانشان با دشمنان وطنمون بهر هر یک پاره خاک کشور برای آینده جانشان رو فدا کردند. خداوند جای همه‌شان را جنت گرداند. دوستی در کتاب چنکله خیلی خوب ifade از همین سبب صحنه‌چه چنکله رو بازی میکنه. بله عمر، با واسطه صحنه‌چه‌مون درباره کسانی نقل میکنیم که مملکتمون رو نیز کردن خواسته طرفدار کردها بودند و برای کردها رو نیز کردن طرفدار ترکها شدند. میفهمونیم که باباهایمون در چنکله کتف به کتف هم در زیر زمین خوابند. ما نیز صحنه‌چه‌مون رو بازی کرده خلقها رو با هم برادر میسازیم. دوستی در زیر خواب بوده رو باید بروی زمین براریم بچه ها. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. مراجعه زدید معلمه؟ با ما یک چند لوازمات لازم. از شهر آنها رو آورده میتونم؟ ما تا میارم. چیزی نیست که من آورده نتوانم. ها؟ میارد؟ چیزی نیست که اون آورده باشه. اپای حبیب رفته در اکشو کزبان اومده است. به شما خبر آوردم اپای حبیب. با خیر از کزبان چی شده است؟ از مکتب باز تلفن کرده گفتن که اگر بکری رو نبرید و جوش کسی دیگران میگیرن. به شما خبر دیم گفتم. نه خود. ها بله. اگنو من چی کار میکنم؟ پسرم را خانوندن نتوانستم. چطوری را به مکتب میبرم؟ گریه نکنید مادر جان، به این هم بموره. را برده نتوانستم، لیکن بجای او تو میروی، بجای اکرد تو میروی، علم میاموزی. خیز از جایت، خیز. با کجا میروید مادر جان؟ به مکتب. شما بیمارید، رفتن نمیتوانید. آقای دکتر گفتن که با شما خیستن ممکن نیست. کنی زودتر لباسم رو ده. بیا چرا از جایتون خیستید؟ من خوبم. شما برای چی اومدید؟ گفته بودم که برای فشارتان را سنجیدن می آیم. چرا با این احوال از جایتون خیستید؟ با کجا می روید؟ خوجه را به مکتب می برم. نه، با هیچ کجا نمی روید. جای بکری را به کسی دیگر می دهند. این را از دست دادم، لیکن خوجه را از دست دادن نمی خواهم. با جای او خوجه را تا می خواند. مایل شپا، شما رفته خواب کنید، من خودم او رو می برم. سپاه دارم. چی می خواهی بده؟ سینان فرمان داد که خوجه را بریم. ما برای بودن او آمدیم. بی‌ناموس ها، پسرم را نمیدهم. مرا به تشکیلات قبول کردن برادر. به تشکیلات تنها مرده تان لازم بود از خانم.